خیلی مخلصم. خوش اومدیم به چنل یوتیوب من علی عبداللهی به همراه احسان یا همون مدزی. خب آقا برنامه امروز از این قراره که فالوورای علی آقا یه سری تو کوئسچن باکس سوال پرسیدن و علی آقا قراره به این سوالا جواب بده. من استرسم. منم بودم استرسش. بر اساس لول و کوالیتی هر کوئسچن علی آقا قراره یه دونه گیفت یا یه دونه جریمه به صاحب سوال بده. آخ من چه کارم؟ یعنی چی؟ یعنی اگه من به عنوان فالوور ایشون از ایشون یه سوال پرسیدم و نتونست جواب سوال من رو بده، یعنی نخواستم جواب بدم، 100,000 تومان باید به من پرداخت بکنه. فکر کنم بتیرنه. آره. 100,000 تومانه رو به کی میدیم؟ به کسی که اون سواله رو از من پرسیده و من جوابشو نمیخوام بدم. به اون 100,000 تومان. سال اول که اصلا بعیدم نبود. نه این خوبه، این کوالیتیش خوبه. چطوری بلاگر شدی؟ خب داستانش برمیگرده به 100 سال پیش. دایناسورا. زمانی که فوتبالیستا دیدی میگه که ما از زمین خاکی شروع کردیم. من 5-6 سال پیش یه مثلا در حد 3-4 تا ویدیو مثلا برای خودم اون موقع تازه مد شده بود، مثلا ویدیو سوسماسی میگرفتم، بعد دقیقاً هم آهنگ سوسماس پلی میشد پشت هر ویدیو. بعد ما اومدیم یه 4-5 تا ویدیو گرفتیم، دیدی مثلا دور و بر زیاد اهمیت نمیدن، کسی رو نداری که مثلا حالا کمکت کنه و اینا. بعد دیگه غیرشو زدم دیگه انجام ندادیم. اون موقع اصلا فوتبالم بازی میکردم، بیشتر فوکوسم رو فوتباله. درسته. گذشت و مثلا یه 2 سال پیش یه با بچه‌ها دورم بودیم، 4-5 رفیق بودیم، الان هم یه 2-3 تاشون هنوز با هم رفیقیم. درسته. گفتم که بچه‌ها من میخوام شروع کنم از فردا، میخوام شروع کنم ویدیو گرفتن. اونا هم گفتن که اوکی. گفتم شما پایه میگیرین با من، گفت که حالا ببینیم ما چی میشه. اونا دو دل بودن. آره. ولی من دیگه شروع کردم از همون 2 سال پیش تا الان دیگه در خدمت بچه‌ها هستیم. خب من یه کاما بذارم. میدونی من از این قضیه چی رو برداشت میکنم؟ میگه تو بدون در نظر گرفتن نتیجه اون کاری که میخوای استارتشو بزنی راتو برو. آره. ولی درسته نمیتونی 1 کیلومتر جلوتر تو ببینی، ولی سمت رو که میتونی ببینی. و اینجاست که اصلا ورق زندگی trust your fucking مسیر. انسان خارجی بلد و من نمیفهمم چی میگه. خب خدا کنه که نه فوش ماشه. خب سوال دوم نوشته اوضاع خدمت، اگه خدمتم رفتی کجا بوده؟ آره خدمت که نرفتم، من پدرم رحمت خدا رفته، خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرز رفتگانتون. پدرم الان 6 ساله که فوت شده و ای که خدمتم نرفتم. سوال بعدی کاری کی من تا جایی که بتونم تو کلیپا به شخص نمیزنم. درسته. میدونی چی میگم؟ یعنی که به موضوع میزنم. البته تیکه کلام میزنم. آره تیکه کلام میزنم، یعنی شخصی نمیزنم. مثلا بگم آقا فلانی مثلا خارشو گاییدم. اینجوری نیست. مثلا در مورد موضوعه میگم که مثلا بابا تو چقدر حولی خارشو گاییدم. آره یعنی در مورد حولیه اون جمله. ولی خب واقعا بهت میاد، انگار مختص خودت. کسی خاصی رو تا حالا. سوال بعدی علی تو زندگی واقعی هم انقدر شوخی؟ نگاه زندگی کلا میدونی چه جوریه؟ چون که یه کمی مثلا میگم تو ویدیو مجبوری که مثلا خودت نباشی، خود اصلیت. خب و همه چیزو بذاری کنار، یعنی ناراحتی، اعصاب خوردی، اتفاقات روزمره رو بذاری کنار و چیز کنی دیگه، بری فقط فوکوست باشه رو ویدیو. درسته. آره. ولی آره اگه مثلا حالم خوب باشه، اوکی باشم از لحاظ روانی نباشم، آره. ولی خب از شناختی که منم ازت دارم شاید حالا 20-30% با حالت ویدیوات فرق بکنی. ولی خب اگه رو دور باشی بدون ویدیو هم همونی. ولی آره اونجوری هم هست. تو رابطه ای؟ سوال بعد این ذات پسره. آره تو رابطه‌ام 1.5 سال که الان تو رابطه‌ام و رابطه‌م هم خیلی دوست دارم. پشت صحنه نشسته. دیدی میگه همیشه پسرها یه جوری سوال جواب میدن که هیچ وقت نمیتونی بفهمی تو رابطه هستی یا یه گرگ نوشته که چرا با نوید به هم زدی؟ نگاه تو هر کاری که تو میخوای انجام بدی، خب وقتی که با یه نفر دیگه، یعنی با یه نفر دیگه اون کار رو انجام میدی، شاید خیلی اختلاف نظرها باشه. شاید مثلا میگم من یه سری افکار داشته باشم، اون طرف یه سری افکار.
بعد یه جا مثلا اون افکاراتون به هم نمیخوره. درسته. خب بعد اینجوری شد که دیدیم مثلا یکم داریم به هم چیز میکنیم، به مشکل میخوریم از لحاظ کاری، مسیر جدا شد. آره مسیر جدا شد. گفتیم که هر کسی بره دنبال سبک خودش، دنبال راه خودش. خب موفق باشن حاج حسن. آره. یه سوال فوتبالی. اوکی. پرسپولیسی هستی یا استقلال؟ استقلال. تموم بابا. پرسپولیسی بین ما جا نداره. خارشو گایدم از کجا اومد که گفتی دیگه؟ حالا یه تیکی کلامو که بهت اومده دیگه. نه اون یکم چیز داره. اوکی. خب نگاه بچه‌ها اول که میپرسن یعنی من میدونم حالا منظورشون اینه که این خارشو گایدن چیه؟ با گردن میزنی. یه روز یه کلیپ داشتم میگرفتم، موضوعش این بود که یه 5000 تومانی تو جیبمه، رفیقم میگه که پول بده برم سیگار بگیرم، میاد 5 تومانی رو در بیاره پاره میشه، بهش میگم که اندازه همین 5000 تومانی مثلا میزنمت. خب بعد وایسادم میخوام حرکت کنم سمتش که بگم میزنمت. خب دارم میگم که اندازه 5 تومانی رو میزنمت. این ویدیو رو گذاشتم. اوکی. یهو دیدم همه نوشتن کامنت ها فقط حرکت گردنه، فقط حرکت گردن، یعنی این ناخودآگاه گفتم اندازه 5 هم میزنمت. اوکی. دیدم که همه کامنت ها شده حرکت گردن، گفتم خدایا چی شده اصلا. اوکی. بعد دیدم که این منظورشون اینه. خب اولش هم اینقدر شدید نبود، یعنی شدید شده الان. اوکی. بعد دیگه با خارشو گاییدم ترکیب شد. آره شد الان. آره یه دونه برای بچه‌ها میگیم حالا خارشه اصلشه. دهنت سرویس. مرور زمان صدا هم تغییر کرده، خیلی تغییرات شد. رفتی مکه که شدی حاج علی؟ نه. هر سوالی هم یه چیز 5 دقیقه توضیح 5 دقیقه داره. نه به خاطر شغل قبلی و جایی که مثلا کار می‌کردم مغازه داشتیم، بچه‌ها هنوز بلاگر نشده بودن، بچه‌ها بهم میگفتن حاج علی، مثلا یهو دیدی مثلا به یکی میگیم اش محمد مثلا روشه، خب مثلا میگیم مثلا لقب دیگه. آره. لقب حالت مثلا انگار معرفت و لوتی بودن و صمیمیت رو اثبات می‌کنه. میشه دیگه پشت دستم تاتو نوشته که سلامتی شما رو از خدا میخوام که دل ما رو تو این شرایط بد شاد میکنی. ممنونم علی آقا، دمت گرم کاکو. از اینجا از همه بچه‌ای که حالا حمایت میکنن، کامنت مثبت میذارن، دایرکت مثبت میذارن تشکر میکنم. همیشه همیشه پشتم بودین، همیشه زحمت کشیدین، دوستتون دارم. و خیلی از روزا بوده حالم خوب نبوده خودم شخصی، ولی خب چون که دوست داشتم بقیه حالا بخندن، بقیه خوش باشن، رفتم کلیپو گرفتم و برای بچه‌ها گذاشتم. به نظر من اصلا کاری به بلاگری ندارم. کسی که خودشه و سعی میکنه که خوب زندگی بکنه، اصلا خودش بخنده، یعنی به قول معروف میگه من گیسکشون دارم خودم رو آسفالت میکشم واسه اینکه زندگی کنم، یعنی از زنده بودنم لذت ببرم تو لحظه. اگه یه روز کل فالوورات بپرن برای اینکه به دستشون بیاری، حاضری چیکار کنی؟ هیچ فعالیت هم از صفر شروع میکنم و با پتانسیلی هم که داره مطمئنم روز اول یه میل یعنی شماره‌شون ندارم. اگه زنگ می‌زدم بهشون گفتم تو رو خدا بس فالو کنی. جون مادرت فالو کن. میگه نمیشه سلام دختری؟ نه سلام پسرم. درآمدت 100 بعد براش بزنی. باشه دیگه 100 تا الان میدم بهتره. سوال منم هست همین الان یا 100 میدی یا میگم ویدیو رو نمیگیریم دیگه. خب اسکیپ. نه میگم. خب بچه‌ها نگاه درآمد بلاگری مدلی نیست که شما بگیم مثلا میگم هر ماه یه عدد مشخص داشته باشی. میدونی چون کار اداری فقط این مدلیه که تو میدونی مثلا هر ماه آقا n تومن میاد تو اینجوری پورسانتی دیگه. آره آفرین. بلاگری مدلیه که واقعیتشو بخوام بگم میانگین بخوام بگم شاید مثلا تو ما بین 150 تا 200 میلیون. نوشته حاضر بودی یک شب تمام فیلم زندگی تو بدون سانسو با خانواده و دوستات نگاه می‌کردی ولی فرداش یک مرد ثروتمند می‌شدی. من حاضرم کل زندگیمو بدم ولی مامانم نبینم. نه شما هم نه؟ خری نمیشه اصلا. آره راست میگه. نوشته فقط به رفیقات جایزه میدی دیگه. این سوال بودی که یعنی دهن من هم تو دایرکت سرویس کردم. آره بچه‌ها نگاه میدونین چه جوریه. من میام مثال میگم عدد مخفی رو پیدا کنین، یه عددم میذارم 4000 تا مثلا ریپلای میخوره، 5000 تا ریپلای میخوره. اول که به همه نمیتونم بدم، یه نفر دیگه. خب یعنی که دوست دارم به همه بدم این چیزا رو، جایزه رو.
ولی خب شرایطش حالا نیست بره. و این مدلیه که تو اگه تو اینستا خب یه سری چیزا مثل فیش واریزی یا اینکه مثلا به طرف دایرکتی که نشون داده باشی داری جایزه میدی خب ریپورتی میخوره و اگه ریپورتی بخوره پیج میره مثلا توی شرایط بدی. میدونی چی میگم؟ آره. به خاطر همین همه‌شو من نمیتونم بذارم. مثلا میگم یه 4-5 تا که مثلا میذارم به بچه‌ها میدم ولی عکسشو نمیذارم. ولی مثلا بین تو هفته 1-2 تاشو که مثلا براشون واریز کردم همه رو واریز میکنم. خب همه رو واریز میکنم ولی 2 تاشو نشون میدم که براشون واریز کردم. به خاطر که اینستا این چیزه به مشکل نخوره. و یعنی همه رو چیز میکنم. اوکی. چند وقته که تو اینستاگرام پیج زدی؟ 2 سال. قدت چنده؟ 190. خیلی بلندی. آره خداشو نگفتی درازی. تو بلندی ولی من پستم. دست بردار از دستم. یه چیزی از بین مایه‌های معین و مهرادی نوشته سیبیل تو بزنی چه دافی میشی. به خدا میشه شبیه کله پاچه. البته من همینم ولی خب دافشه ها. گفت دافشه میگه رفیقم گیمت زده بود. گفت میخوام اسم گیمت هم بذارم شها. وقتی رفیقم بهم میگه کجایی بهش بگم گیمت شها. آره شیره میکشی؟ شک نکن. تا حالا سر تولید محتوا گرفتنت اسکیپ 100 تومن بده بهش. 100 تومن بده بهش. تمام خلاص. 100 میریزه برات. خب گردنت درد نمیگیره وقتی میگی خارج؟ خیلی آوردن ازم. ممنونم از بیمه دانا و فیزیوتراپی. علی خب گفتتون یه گفت بین 50 میلیون تا 100 خورده میلیون درآمد داره. بوجی 30-40 میلیون فیزیوتراپی گردن. نه بچه‌ها میدونید چجوری من قبلش دیدیم مثلا شما می‌خواید باشگاه خب ربع ساعت قبلش گرم می‌کنی قشنگ. من وقتی می‌خوام برم کلیپ بگیرم گرم می‌کنم. نه متولد چندی؟ 15/1/77. فروردینی هستی؟ فروردینیان خیلی مهربونن. درست میگم؟ البته منم که دیمایی‌ام دیمایی‌ها فوق‌العاده رقابت طلبن. کلاً همینجوری باحال هستی یا نه فقط تو مجازی باحالی؟ دیگه بستگی داره. تو یهو می‌بینی با شخصیت یه نفر حال می‌کنی یکی هم با شخصیت کسچره. نمیدونم یا فکر کردم حس کردم بعد اینو بگم. نه یاسر میشه زن ایدئالت برای زندگی چطوری باید باشه؟ همین که هست خدا رو شکر. نوشته پشم شیشه کجای شیشه هست؟ به خدا رو جنس بودی رو من مطمئنم یه چیزی زده بودیم. نمیدونم اگه فهمیدی به منم بگو. قبل از اینکه بلاگر بشی چی کار میکردی؟ کار آزاد. مغازه داشتم. مغازه چی؟ اینو از مغازه پزندگی. یعنی بعد 5 بار خواستگاری رفتی جواب چی داره میگه؟ گفتم نه ولی من که دارم 5 بار خواستگاری رفته بودی؟ نه این داستان کلیپ همه دیگه. دانیال میاد خب میگه که خواستگاری چی شد؟ میگم که گفتن نه. میگه چرا انقدر ریلکس نشستی؟ میگم که خب بگم نه من که دارم. دیدمش دهنت. نوشته حاج علی اهل کجای استان فارس هستی؟ یعنی بچه کجای؟ وایسا جونم او جایی که ما هستیم بچه نداره. میدونی چرا؟ چون شیراز بچه نداره. البته هیچ جا بچه ندارن همه بزرگسالن ولی میگه نداره شیراز کید نداره بچه عاشق سفیدم چون خودم سبزه. نمیشه علی کاکو ناموسن چند سال سیبیلتو نزدی قد شده؟ راست میگه. چند ساله واقعا؟ کامل یعنی از ته؟ نه میگه چند ساله نزدی که اقد شده؟ چند ساله اصلا دست به سیبیلت نزدی که اقد بلند شده؟ فکر کنم میشه قشنگ 2-3 سال. واقعا داری میگی؟ پشما 2-3 ساله که کلا نزدم. یعنی اصلاحش میکنم مرتبش میکنم ولی
دیگه از مثلا 2-3 سال پیش کلا دیگه گذاشتم بالاش. نوشته اسم زیدت. میگه که رنگ چشات عسل، طعم لبت عسل. اسم دوست دختر طعمه. نوشته داداش تا به حال خونه احمد مولا رفتی؟ ما اونجا چه خاطر؟ به قرآن تهنه بوده. نکن به قرآن تهنه رفته. من اصلا نظرت راجع به عمل زیبایی دماغ چیه خارشو؟ عمل زیبایی دماغم یعنی عمل کنم یا فکر میکنه عملی که دارم نظرم چیه؟ نظرت راجع به عمل زیبایی دماغت. یعنی عمل کنم دوست دارم عمل کنم ولی خب به خاطر اینکه 2 بار شکسته و خاطراتش هم حالا یه دونه‌شو میگم. یکیش خاطری که تو فوتبال جور شده چون قبلا فوتبال بازی می‌کردم. یه بار دیگه هم آقا ما تو استخر بودیم بعد دیدی خب طول استخر زیاده ارزش کمه. درسته. بعد اومدم گفتم که بچه‌ها میخواین آموزش شیرشو بهتون بدم؟ گفتن که بعد تو ارز یعنی تو ارز می‌خواستم آموزش بدم. دست بردم بالا پریدم قد من ماشاءالله بلنده. یعنی همین رو که شیرجه زدم مستقیم با صورت رفتم تو دیواره استخر پایین. بعد انگار تو گوشتی برگشتم. خب اونجا هم کمی یعنی نابودتر. منم دماغم شکسته. دروازه‌بان وایسادم توپ خورد توش. یه بار شکست. اگه اکست بهت بگه برگرد با هم باشیم جوابت چیه؟ منفیه. بذار من حرف بخوام بزنم. نه فکر کنم با شما کار دارن. نه نوشته اگه اکست بهت بگه برگرد با هم باشیم جوابت چیه؟ سیشتیر بابا. حاج علی تو بچگی دزدی کردی؟ آره. چرا ازدواج نمی‌کنی؟ آها راستی یادم نبود کسی زن تو نمیشه. نه کسی زنشو به من نمیده. قراره کسی زنشو به تو بده؟ دار که به پسر عرش متحد. باید شرایطش باشه هم از لحاظ مالی هم از لحاظ بلوغ. از نظر خودت واقعا نقاط قوتت و ضعفت رو کامل بگو. نقاط قوتم اینه که مثلا یه کاری که میخوام شروع کنم خیلی چیز میکنم توش تکرار دارم. یعنی مثلا کاری رو شروع نمیکنم که مثلا بگم خب فردا فسادا ولش کنم. اگه شروع کنم شروع کنم دیگه میرم. اوکی. نقطه ضعفم خیلی عجولم. بدترین دعوایی که کردی و تعریف کن. دعوا نکردم تا حالا. دیگه دعوا تو این دور زمان 2 سرباخته. بدترین سوتی که دادی. میشه الان یادم نمیاد. میشه بعد بهش فکر کنم جواب بدم. فعلا پس 50 بریز به حساب. یادت اومد 50 دیگه شما. مهمترین هدفت چیه؟ اولیش که خانواده است کلا. یعنی خانواده‌مو من خیلی دوست دارم و رفاه اونان بیشتر. بعدش هم خودم یه 2-3 چیز دوست دارم مثل ماشین و خونه و مثلا این چیزا. بعدش هم اونا. واقعا مثل ویدیوات هولی یا حولی؟ حولی. آره بدتر. اینو کی نوشته؟ دختره؟ تو رو قرآن بگو دختره. تازه نوشته SXZ تو کنم شیرازی هم هست. تو رو خدا بگو دختره. هانی. خب بچه من برم بعد برنامه. یه طعم دیگه اصل اینا هانی. مایی چند بار برنامه میری؟ پارتی و فلان و این داستانا. ما پارتی نمیریم. آره من شاید باورتون نشه تا حالا پارتی نرفتم. اگه مثلا بوده دور همیای مثلا خودمون رفاقتی و رفیقی بوده. مثلا تولد بوده. تولد واسه دوستم بوده. اصلا براش مثلا تولد گرفتم. و یعنی پارتی تا حالا نرفتم. مثلا میگن سایکو پارتی و اینا رو اصلا تا حالا نرفتم. آره. سلام ایده ویدیوهاتو از کجا میاری؟ ایده ویدیو بعضی چیزاشو بین خودمون رفیقا اتفاق میفته. حالا مثلا یکم تغییرش میدیم. یه سریاشو هم یه تیم دارم من که همیشه کمک میکنه. ایده ها رو بهم میده. طعم چشات عسل اسمش بهم خیلی کمک میکنه تو این چیزه تو ایده. آره یعنی بیشتر یعنی شاید بگم اگه مثال میگم ایدم خودم هم داشته باشم مثلا بهم میگه ایده چیه باز اونم کمکم میکنه مثلا مشورتی. آره شاخ و برگش میدی و آمادش میکنی. حاضر ریش و سیبیل تو بزنی؟ واقعا حاضری؟ نه اشتباه همینجا میخوره. زدم یه کامل 3-4 ماه پیش اومدم زاویه بزنم مجبور شدم ریشامو بزنم. اوکی. زدم ولی نه زیاد حال نمیکنه. اوکی. بعدم نشده بودم فقط یک
میشد. من کلمو تیغ کشیدم، ریشمو کامل استر زدم، خیلی باحاله. یکی نوشته اون شب زیر پل احسان چیکار میکردی؟ زیر پل من بودی؟ چیکار میکردی؟ وایساده بودی دیگه، پارک کرده. آقا این بخش از سوالا تموم شد. آره فقط 60 تاشو ما انتخاب کردیم. 58 تا درست بگم پشت سنه؟ آره 58 تا یا 60 تا انتخاب کردیم، بقیه‌اش بمونه برای امیدوارم که همه سوالا رو جواب داده باشیم. هر سوالی که نوشته بودن بچه‌ها همه‌ش رو سعی کردم که جواب بدم و این اولین ویدیو یوتیوبمونه. دوست دارم که مثل همون جوری که اینستا حمایت میکنین و بهم لطف دارین بازم اینجا هم حمایتمون کنین، رو سفیدمون کنین. از این به بعد این اولین ویدیو بوده، کلی ایده خفن براتون دارم. ایده رو بگیم یا نه؟ به نظرم ایده بعدی یعنی ایده خیلی خفنه، نگم. آره اصلا اسپویل نباید بشه به نظرم. دوستتون دارم. قلبید. یا علی. قلبید.